رو و به صورت ویژه مداد حضرت معصومه و آقای مهندسا به صورت ویژه خب روز دختر رو به همراه به دوستان بزرگواری که توی جمع هستن، خواهر بزرگواری که توی جمع هستن خدمت شما عرض کنم که من ابتدا یک معرفی کوتاهی از شرکت مهیمن داشته باشم. شرکت مهیمن یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات ایران هست که از سال 87 مشغول فعالیت هست و هدف گذاری هم که شرکت داشته این بوده که بتونه توی یکی از طرافی فعالیت کنه و حرکت کنه که بدون مسئله و چالش‌های بزرگی که وجود داره تو حوزه فناوری کشور اونها رو بتونه هدف بذاره، بتونه مخاطب قرار بده و حلشون کنه. و توی این موضوع خب به صورت خیلی اصطلاحاً اگریسیو و بدون ترس وارد مسائل بزرگ بشه و اون مسائل بزرگ رو بتونه با جمعی از فارغ التحصیلانی که اکثرا فارغ التحصیل دانشگاه‌های برتر هستن بتونه اون اتفاقا رو شکل بده. و خب شاید این نکته براتون جالب باشه که همین الان شرکت مهیمن بالغ بر 600 نفر نیروی انسانی هستن که اینها دارن تو حوزه آیتی کار میکنن. از این 600 نفر حدود تقریبا 70 نفر در قم هستن و حدود اگه اشتباه نکنم 50-60 نفر در اصفهان. این اتفاق داره توسط این جمع میفته و چالش‌های بزرگ مثلا توسط این تیم سعی شده حل بشه. من یکی دو تاشو مثال بزنم. نکنید الان کشور دچار مسائل مشکلات زیادیه. خب مثلا یکی از موضوعات درآمده. کشور درآمد نداره. خب کشوری که درآمد نداره نمیتونه هزینه‌اشو پوشش بده دیگه. سوریه چرا سقوط کرد؟ چون ببخشید دولتش هیچ درآمدی نداشت. پول سرباز و کارمند و نمیدونم فلانشو نمیتونست بده. خب اومدن پول دادن، سربازاشو سرهنگاشو خریدن، کشور سقوط کرد. خیلی راحت. خب اون کشور ما واقعا دچار چالش درآمدیه. خب اگه کشور درآمد توش نیست، پول توش نیست، سرمایه نیست، هست. خب سال‌هاست گفته میشه که دارن از مثلا کارمندها، کارگرها دولت داره مالیات برمی‌داره ولی خیلی‌ها که باید مالیات بدن مالیات نمیدن. خب مثلا یک کاری که شرکت مهیمن به کمک پلتفرم‌ها محصولاتش که تو حوزه‌های مختلف تحلیل داده و حوزه مدیریت فرآیندها از این موضوعات بود تونست این کار رو انجام بده که بچه‌ها درآمد مالیاتی کشور رو از آدم‌هایی که مالیات نمیدادن و واجب بود پول بدن بدن مالیات بدن در بیارین بدون اینکه فشار به مردم اضافه شه، فشار به کارمندها اضافه بشه، فشار به کارگرها اضافه بشه. از آدم‌هایی که دارن چه می‌دونم برجی 1 میلیارد 2 میلیارد 10 میلیارد 100 میلیارد درآمد دارن و درآمدشون رو مخفی می‌کردن از اینا درآمد مالیات گرفته بشه. خب این اتفاقیه که نمیدونم فرانسوی‌ها اومدن تو ایران یه بخشش انجام دادن ول کردن رفتن. خب این اتفاق مثلا توسط شرکت مهیمن کشور افتاد. یه مثال دیگه بزنم. نکنید قبلا این همه گوشی وارد میشد توی مملکت. خب بعد این گوشی که وارد میشد همش قاچاقچیه ببخشید استفادهشو میبرد، منفعتشو میبرد. چه اتفاقی اینجا افتاد؟ این بود که آقا خب الان همه کشورهایی که درآمدهاشون این بود بچه‌ها، دولت‌های کشورهای مختلف 1 میلیارد 2 میلیارد درآمد از مدیریت حوزه چی؟ واردات تلفن همراه. تو ایران این پوله داشت میرفت تو جیب قاچاقچیا. با یه کاری که کار فناورانه بود این اتفاق افتاد. یه سامانه به نام رجیستر تو کشور راه افتاد بچه‌ها. این درآمد میره تو جیب چی؟ تو جیب خزانه بیت المال که صرف هزینه ها بشه. اگه این کار نمیشد بعد چه کار میکردیم؟ بعد اون سرمایه هایی که تو کشور نفت و معدن و از این حرفا صادر کنیم که الان تو صادرات هم گیر داریم. خب بتونیم درآمد هزینه های جاری دولت در بیاد، کشور در بیاد، یارانه ها در بیاد. خب این اتفاق بچه‌ها با کارهای بزرگ فناورانه انجام شد.
خب یعنی چی؟ یا هدفی که مثلا تو شرکت مهمن بود این بتونیم کاری بکنیم که کمک کنیم. آقا مثلا به یه مثال بزنم، تو دوره کرونا ما یه کاری داشتیم با یه جا، با یکی از این سازمان‌های دولتی، و تو دوره کرونا خب مردم معذوریت داشتن که بیان بیرون. خب گفتن آقا یه جا به ما زنگ زدن که مثلا تو یکی از این سامانه‌های ملی مردم تو اهواز، تو اون گرمای شدید اهواز توی تابستون، توی شرایط کرونا، ملت بعد میرفتن جمع میشدن یه جایی خدمتی رو میگرفتن. خب مثلا یه کاری بچه‌ها ما زحمت کشیدن دلی، واقعا 2 روز زمان گذاشتن اون کارا کامل دیجیتال کردن که چی؟ خب مردم تو اون گرما چیزن دیگه، مردم خودمونن، همشهری‌ها و همکشوری خودمونن، هم مذهب خودمون هستن، چه اتفاقی بیفته بتونن یه اذیت رو نشن. خب این از این موضوعاتیه که قابل انجام هست. شرکت مهیمن هم هدف گذارش اینه که این اتفاق بتونه بندازه و خیلی از این کارا رو هم انجام داده. حالا من از شرکت مهیمن بگذرم، خودم هم به معرفی کوتاه بکنم. بنده تقی‌زاده هستم، کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه شریف، دکترای مدیریت دانشگاه تهران، مدیر عامل شعبه قم شرکت مهیمن هستم. خدمت شما عرض کنم که از ورودی سال 77 کامپیوتر دانشگاه شریف و ترم دوم بچه‌ها شروع کردن به کار کردن. یالا اینجا مثلا از کلاس درس تا محیط کار هست، از ترم دوم شروع کردن به کار کردن. ترم دو حالا یه کوچیک میگم بعد آقای مختاری معرفی کنن. ترم دوم ما یه بورد تو دانشگاه کامپیوتر داشتیم، آقا اینا که مثلا موقعیت‌های شغلی بود و میزدن، مثلا یکی نمیدونم فلان، من رفتم تو بورد دیدم زده که یک برنامه نویس سی پلاس پلاس میخوایم. حالا ما ترم اول به اون موقع پاسکال درس میدادن. خب سی پلاس پلاس، من سی پلاس پلاس هنوز بلد نبودم، ولی چی، خب پاسکال بلدم دیگه، سی پلاس پلاس هم کاری نداره یاد میگیرم. بعد رفتم اونجا با چیز کردم، ما یه داریم یه پیام رسانی اون موقع ایجاد میکنیم به نام چی، فارسی کیو. اون موقع 2 تا پیام رسان تو دنیا بود، یکی آی سی کیو فکر کنم هنوز هست، آی سی کیو، نمیدونم کسی اسمش شنیده؟ نه. یکی یاهو مسنجر. یاهو مسنجر شاید بعضیاتون شنیده باشید که دیگه نیست دیگه، یاهو گذاشتش کنار. خب یاهو اون موقع قولی بود برای خودش، حالا هم محصولش و هم چیزش، سرچ انجینش. حالا سرچ انجین یاهو کسی تقریبا استفاده نمیکنه، اون موقع از گوگل جلوتر بود یاهو. خب قرار بود یه شبیه اون یه کار ایرانی انجام بشه، من پیام رسان ایرانی اون فارسی کیو. قسمت چتش رو به من گفتم برو انجام بده. من گفتم آقا این رو 3 ماهه میخوایم، چقدر؟ 300,000 تومان هم بهت میدیم. سال 77 300,000 تومان تو قم، تو همین مثلا همینجا شاید یه زمین مثلا 300 متری میدادن. خب زمین هم البته موقع ارزون بود دیگه، این تورم ها اینطوری که هنوز اتفاق نیفتاده، زمین زیاد انقدر سرمایه نشده بود. هیچی، من واقعا شاید یه هفته داشتم با خودم کلنجار میرم که بگم نه 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 نه. خب ولی گفتم که نه، من این کار رو انجام میدم. خیلی هم اذیت شدم ولی واقعا انجام شد. خب حالا این رو گفتم که وصلش کنم به اینجا. حالا مهندس مختاری هم یه توضیحی خودشون هم معرفی کنن دیگه، بریم سراغ بحث اصلیمون. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. من محمد حسن مختاری ام، دکتر ورودی 77 شریفم. من 94 شریفم، نظر نسلی داریم. بعد ارزم حضورتون خب یه چیزی اول معرفی میگم، دکتر مهندسی کامپیوتر خوندم دانشگاه، ولی من ورودی هوافضای شریفم، کاملا متفاوت نسبت به حوزه‌ای که الان دارم کار می‌کنم. اتفاقی که افتاد بعد از کنکور رتبه اومد، خوب بود، شروع کردم مشورت گرفتم. بعد عرضم حضورتون خانواده یکی داشتیم توی فامیل علوم کامپیوتر خونده بود، بعد ارشدم خونده بود، نتونست زود سر کار بره و به عنوان یه عامل بیکار شناخته شد تو فامیل. بعد خانواده گفتن اینو نگاه کن، نرو کامپیوتر. گفتم بابا این علوم کامپیوتر و کامپیوتر نیست، هیچ کی قبول نمی‌کرد. فرق است بین کامپیوتر و علوم کامپیوتر. خب یه مخالفت خانواده شدید بود. من گفتم باشه، من یه رشته دیگه رو انتخاب میکنم. من اولویت اولم کامپیوتر. رفتیم زدیم و هوافضای شریف قبول شد. رفتیم تو دل کار.
خب دکتر از همون ترم 2 شروع کرد به کار بیرون کردن، ولی خب من دوست داشتم کار جمعی کنم و خیلی یعنی توی بحث حالا کارهایی که تو دانشگاه شکل میگیره، تو حالا انجمن‌ها نه، من یه آدم مذهبی بودم یا تو خوابگاه مسئولیتی داشتیم بچه‌ها رو می‌گذروندیم باشون، یا توی دانشگاه تو بسیج بودیم یا هیئت بودیم یا اینا یا عضو جهادی بودیم. تو ترم 4 تصمیم گرفتم که من میتونم یه عده خوبی رو بگردونم، دیدم توانایی اینو دارم که یه سری آدم رو زیر پالور میگیرم، مدیریت کنم، حرف بزنم، مسئله حل کنم، شرایط بحرانی بتونم مدیریت کنم. تو خودم دیدم که آقا میتونم یه شرکت راه بندازم. ترم 4 تصمیم گرفتم یه شرکت راه انداختم و تو حوزه کامپیوتر یه نرم افزار نوشتیم، استعداد سرمایه کردیم، وام گرفتیم، رفتیم زیر بار قرض و قوله. تقریبا 2 سال تو اون شرکت خودم دویدم. یعنی دویدم اینی که هم مدیر عامل بودم، 6 نفر نیرو داشتم، هم مدیر عامل بودم، وقتی نیروها مرخصی میگرفتم خودم پیک موتوری میشدم، خودم همه چی میشد. الان خاطرات اینجوری هم داریم. یادم شب رفتم در خونه ای تحویل دادم، چی دادم، بسته سفارش دادم، مواد غذایی سفارش دادم تحویل. یارو ایدی داد، گفتم آقا دم شما گرم، من ایده قبول نمی‌کنم. آقا تو کارگری، دم عید پول نیاز داری، من خودم مثل تو پیدا. گفتم آقا من مدیر عامل اینجا. نگاه داری شوخی می‌کنی. گفتم جدی من مدیر عاملم، باورش نمی‌شد. 50 تومن رو گرفت تو جیب ما. گفتم باشه کسی ما رو باور نمی‌کنه. ولی خب 2 سال تو اون استارتاپی که داشتم زحمت کشیدم. یعنی استارتاپ هم یه مارکت پلیس بود تو شهر خودم راه انداختم. من متولد قم ولی اصالتا کرمانیام. تو شهر خودم استارت زدم. بعد خب بعد از 2 سال دویدم و حالا تو سن مثلا 21 سالگی اینا من داشتم یه بیزینس رو هندل می‌کردم. خب تجربه‌ام خیلی کم بود و یکی دو تا تصمیم اشتباه خب موجب حذف بیزینسم شد و من بودم اون یه سری قرض قوله. و بلافاصله بعد از استارتاپ هم که به نتیجه نرسید، ولی واقعا دوست داشتم کار کنم. یعنی انگیزه کار کردنتون بود و دوست داشتم هنوز برم سمت کار. و چیز اتفاق خیلی خوبی که افتاد بعد از این بیزینسه، 2 هفته به خودم توقف دادم. 2 هفته واقعا توقف دادم. یعنی روز و شب خونه بودم، از اتاقم بیرون نمی‌اومدم. گفتم باید یه تصمیمی برای بقیه زندگیم بگیرم. یه ویرگولی بود تو زندگی. گفتم خب چه کار میتونم بکنم؟ نشستم هر چی آزمون روانشناسی بود در خودم گرفتم تو اینترنت. هر چی بود رو گرفتم. گفتم من خودم بشناسم، ببینم ویژگیام چیه، علایقم چیه، چون خیلی مدتی بود تو این استارتاپم که حالا دیجیتال بود خودم لید برنامه‌نویسا بودم. کد نمی‌زدم. ولی دوست داشتم مدیریتشون کنم. ایده بدم، راه حل بدم، حتی کل می‌انداختم. من کد رو بلد نبودم. میگفت نمیشه. میگفتم میرم در میارم بهت میگم میشه. یعنی میرفتم اون تو اون تیکه کدش رو پیدا می‌کردم. باهاشون کل می‌انداختم. گفتم میشه. و این کل انداختن از اون بیزینس در اومد که من میتونم برنامه‌نویسم باشم. بعد خب بعدی که این آزمونه استعدادیابی رو دادم، یه ذره مطالعه کردم، دیدم تو حوزه برنامه‌نویسی علاقه‌مندم و میخوره. مثل که الکی نبودی که من هم از قبل دانشگاه علاقه‌مند بودم، هم بعد از دانشگاه دنبالی که کار می‌گشتم اینا هم علاقه‌مندی هست. خب زنگ زدم به یکی از بچه‌ها که الان مدیر عامل شعبه اصفهان و مهیمن آقای حقیقت بحث بیگ دیتا اینا کار می‌کنن. اونا زنگ دادم بهش گفتم محمد دنبال کارم، جایی کار داری؟ گفت آره پاشو بیا تهران. و استارت من از سال 99 خورد. اسفند 99 من مشغول کار شدم تو حوزه آیتی. خب تو حوزه آیتی وارد شدم، خب هیچی تجربه نداشتم، فقط یه سری چیزا رو شنیده بودم، تو بیزینس خودم رعایت کرده بودم، ادبیات کامل یه اپلیکیشن رو بلد بودم. میدونستم فرانت چیه، میدونستم بک‌اند چیه، میدونستم دیتابیس چیه. همین ادبیات رو تو کار یاد گرفته بودم و بهش رسیده بودم. خب وقتی وارد کار شدم تونستم خیلی سریع کار رو بگیرم دستم. دوباره تو اونجا هم یه 6 ماه کار کردم. ولی خب تهران، شعبه تهران، من تقریبا روزی 6 ساعت رفت آمدم بود که برسم محل کارم. روزانه 6 ساعت رفت آمد بودم. مدیر یکی از گروه‌ها گفت آقا اینجا منطقی نیست تو اینجا باشی، یه شعبه قم داریم و اضافه شدیم به شعبه قم. من نمی‌دونستم اصلا مهمن قم هم وجود داره و من اومدم پیش خانواده و شعبه قم استارت زدیم
وقتی که استارت کردیم حالا تو مسیر میریم ها. من دارم داستانو میگم که یکی از این پلن های این مسیری که دارم توی پاورم ارائه میدم این مسیر رو گذروندم و به این نقطه رسیدم. خب رفتیم به عنوان یه تحلیلگر بیزینس بهش میگیم ما توی مجموعهمون جاسم نشستیم گفتم آقا کار کن و خب شروع کردم علاقه‌مندیامو روز دادن. یعنی به نظرم ادامه داستان رو بریم توی پاور ببینیم که من چه کارا کردم که الان شدم مدیر طراحی محصول تو حوزه دیوآپس نظر دارم محصول میدم، تو حوزه تست فشار محصول دارم میدم، تو حوزه تست اتوماتیک دارم محصول میدم و قص حوزه هایی که الان توش هستم و یه مسیری رو رفتم. میخوام مسیرم رو بگم، نمیگم مسیرم خوبه ها. سعی کنید الگوهای حل مسئله‌ای که تو مسیر داشتم رو خودتون تطبیق بدید. بگید کجا میشه من اون تصمیم درست رو بگم، چطور تصمیم درست چه شکلی گرفته میشه اون لحظه و به نظرم ارائه رو شروع کنیم. خب بچه‌ها حالا به یه نکته حالا علوم کامپیوتری که تو اینجا داریم یا نه؟ نداره. خب البته اون نکته علوم کامپیوتری هم بچه‌ها عین کامپیوتر یا مهندسی کامپیوتر دقیقاً فرصت شغلی رو دارن. یعنی این حالا تفکری که شاید تو جامعه وجود داره علوم کامپیوتری یا مسئله شغلی دارن وجود نداره. الحمدلله تو این جمع نیست، گفتم یا برداشته نشه اگر علوم کامپیوتری داریم توی جمع. یه نکته بچه‌ها نگاه کنید، آقای مختاری من تو این ارائه که میدم خیلی جا چیز میکنم که ایشون به عنوان کیس استادی موضوع همین مسیر رو ایشون دقیقاً یکی از ویژگی خوبی که داشتن این بچه‌ها این مسیر رشدی که خیلی از بچه‌های دیگه توی 10 سال میرن ایشون تونسته توی بازه زمانی 3 ساله بره. خب این حالا رجوع میکنم به مثلا اینکه نکاتی که مثلا نشون دادن یه جایی ازشون میخوام که رو کیس خودشون مثال بزنن که ذهنتون، چون مسئله ما این بود که قرار نبود یه ارائه آکادمیک بدیم، مگه از این ارائه شاید خیلیش مثلا یه بخشش تو اینترنت بگردید پیدا کنید. بیشتر این بود که مسئله محور و موضوع محور بریم که شما ذهنتون بیشتر شکل بگیره. نکنه بچه‌ها حالا تو این ارائه همینطور که میبینید ما از شروع مسیر شغلی شروع میکنیم تا چالش هایی که شما پیش رو خواهید داشت. حالا قدم به قدم روی این مسیر و این فهرست میریم جلو. نکنه بچه‌ها یه نکته کلیدی که حالا تو این اسلاید میبینید اینه، آغاز مسیر حرفه‌ای مون باید کی باشه؟ الان اینکه همه تو دنیا توی جامعه میبینن بعد از اینکه درست تموم شد برو دنبال کار. نه آقا، این موضوع رو هم بزرگان توی خارج از کشور میگن، هم آدمایی که تجربه موفق توی کشور داشتن که آغاز مسیر حرفه‌ایتون باید از همون دوران دانشجوییتون باشه. این که درسم تموم شد بعد شروع کنم یعنی که 4 سال 6 سال یا ببخشید 10 سال رو از دست دادن. پس باید از همین الان شروع کنید به این که وارد مسیر حرفه یا مسیر کاری بشید. حالا برای اینکه این اتفاقا بتونه بیفته بچه‌ها 2 تا اتفاق هست. برای اینکه بتونید موفق توی این موضوع بشید باید 2 تا چیز رو بتونید خوب انجام بدید. یکی اولا بتونم ببینم که اون چگونه مسیر مناسب و منطبق با خودم رو پیدا کنم. خب چرا میگم پیدا کنم؟ چون واقعا پیدا کردنه. به تعداد هر کدوم از شما حالا جلوتر میگیم صحبت می‌کنیم، مسیرهای متفاوتیه. یه مسیری بوده که من رفتم، یه مسیری بوده که ایشون رفتن. حالا از این جمع کسی مشغول کار هست؟ ایشون. یه مسیر دقیقا مسیری که ایشون رفته، یعنی هر بچه به تعداد نفوس، به تعداد هر کدوم از ما یک مسیر شغلی وجود دارد. خب این رو ما تو اینجا هدفمون اینه بچه‌ها، توی حالا این سلسله نشستایی که عزیزمون گفت که فکر می‌کنم 3 جلسه دیگه هم هست، کمک بهتون بکنیم که یک، اول بدونید مسیرهایی وجود دارد، چالش‌هایی تو طی کردن این مسیرها وجود دارد و در نهایت این که بتونید با شناخت این مسیرها، با شناخت این مدل‌هایی که میتونید برید، خودتون بتونید به این برسید که خب من الان احتمالاً تو این مسیر برم موفق‌تر هستم و بدونید که آقا این خود اصلا شناخت این مسیره، این موضوعات دیگه قابل یادگیری دانشی هست.
قابل مشاوره گرفتن هست. چجوری؟ خب خیلی از شما شاید نمیدونم از مشاوره انتخاب کنکور بابت اینکه چه رشته برید شاید استفاده کردید. خب الان هم نگاه کنید، حالا توی اسلایدها داریم جلوتر، الان هم شما مثلا باید شما مجموعی از انتخابا انجام بدید. مهمترین انتخاب اولتون الانتونه که باید بپذیره ذهنتون که باید از همین الان مسیر حرفه‌ایتون رو شروع کنید. خب میخواید مسیر حرفه‌ایتون رو شروع کنید، اول باید چی؟ بشناسید چه مسیرهایی هست. خب و قدم دوم چیه؟ اینه که نحوه پیشرفت تو این مسیر رو بتونید بفهمید و درک کنید و اجرا کنید. نکنید این مسیریه که به همه توصیه میشه که برن. آقا میگن خب مدرک کارشناسی تو بگیر، بعد برو تخصصای فنی تو شکل بده، بعد برو تخصصای غیر فنی تو توسعه بده، بعد چی؟ بعد حالا کار کن دیگه. خب این مسیری که الان به صورت پیش‌فرض برای همه بیان میکنن که اتفاق بیفته. ما تو اینجا میگیم بچه‌ها این مسیریه که همه شاید مثلا 80% یا 90% این مسیر رو برن، ولی میگیم آقا این مسیر رو نرید. حداقل برای رشته آیتی این مسیر اشتباهه، این مسیر رو طی کردن. حالا شاید برای رشته‌های دیگه بد نباشه، خوب باشه، حتی اون رشته هم الان میگن خوب نیست، ولی این مسیر پیش‌فرض رو نرید. نکته شما؟ نکنید. حالا بچه‌ها بحث اینه که می‌خوایم مسیر رو طی کنیم. خب من مسیر خودم رو چجور، پس به تعداد ما مسیر وجود داره، من مسیر خودم رو چجور پیدا کنم؟ این مسیر ناقص چند بعد داره. آقا قدم اول، آقا علاقه و استعداد من چیه؟ بچه‌ها پاورپوینت تو در اختیارتون قرار میدیم. آره میدیم به دوستان. چیز عکس هم می‌خواید بگید نکته نداره، ولی در اختیارتون قرار میدیم. بیشتر تمرکز داشته باشید به پاورپوینت آخر جلسه در اختیار مسئول انجمن قرار میگیره، بهتون شیر کنه. احتمال کانال ارتباطی هم دارید دیگه. خب اول جان آره همون. اول اینه که بچه علاقتون چیه و اینکه آقا استعدادتون تو کدوم مسیر میتونه، تو کدوم حوزه میتونه بالفعل تر بشه. این پس اولین قدم، علاقه من چیه. خب قدم دوم اینه که آقا خب الان حوزه آیتی چه شاخه هایی داره، شاخه هاشو بشناسم. الان ما جلوتر اسلاید شاخه ها رو میگیم. مثلا تعجب این همه حوزه آیتی من فکر می‌کنم فقط برنامه‌نویس وجود داره. الان ببینید مثلا تعجب می‌کنید آقا این تعداد موقعیت شغلی جاب تایتل وجود داره. موضوع بعدی اینه که بچه‌ها سعی کنید تجربه خیلی مهمه. حالا از تجربه پروژه‌های کوچیک دانشجویی تا تجربه ممکنه پروژه فریلنسری، تا تجربه پروژه‌های مثلا همین دانشجویی ترکیبی چند نفره، تا چی بچه‌ها تجربه حتی کارآموزی، تجربه خدمت شما عرض کنم که چالش کارآموزی یا کوآب یا امثالا. یکی از موضوعی که میتونه کمک کنه تو این مسیر همون بحث گفتم مشاوره است. حالا مشاوره با دوست بچه‌هایی که تجربه موفقی داشتن، سال بالایی‌هایی که تجربه موفقی داشتن، مشاوره با آدم‌هایی که الان تو این صنعت تو این حوزه مشغول کار هستن. و در نهایت اینه که آقا بالاخره ما همه این مسیرها رو بریم، هر کدوم از ما ممکنه یه مسیری رو طی کنیم که این مسیر چون خاص ماست توش شکست داشته باشه. دیدید آقای مختاری مثال زدن، تو علاقه‌شون رو این میدونستن، تو همین علاقه رفتن خودشون استارتاپی زدن، 2 سال هم رفت ولی شکست خورد. ولی چی؟ ولی نگو آقا نه، آقا شاید این مسیری که اومدم، مدلی که رفتم، مثال بزنم از اینجا میخوام برم بچه‌ها تا مشهد، چند مدل رفتن تا مشهد هست دیگه. نشون من میخوام به اون هدف مشهد برسم، شاید مثلا از این مدلی که پیاده مثلا چه میدونم با اتوبوس رفتم مشکل داشتم، من تصادف کردم، با یه مسیر دیگه میرفتم مشکلی پیش نمی اومد. پس این نکته اینه که از شکست هم نباید بترسیم. سر تجربه نکته بگم، ما چند وقت یه 8 ماهی همکاری گیرم اومده المپیادی شریفه، بعد به مجموعه منظام شد. تو این 7 ماه همین محصول تست فشار باهاش آوردیم بالا، یه محصول. بعد خب این تصمیمش اپلای بود و تصمیمش تو حوزه آکادمیش بود. نگاه کنم برم یه سری الگوریتم رو بهبود بدم تو لایه خیلی بزرگتر. و
اصلا کلا آدم آکادمیک کلا میشینه وقتی که داره کار نمیکنه میبینی داره یه الگوریتم رو کاغذ نوشته داره حلش میکنه، کلا ذهنش این شکلیه. بعد باهاش که صحبت کردم اخیراً تو این هفته یه جمله زد، مثال زد، گفت با اینکه 7 ماه اومدم تو مجموعه شما کار کردم و یه محصول ساختم و خیلی بهم خوش گذشت و خیلی چیزا فهمیدم، ولی مسیرمو تغییر ندادم. من دوست دارم واقعا اپلای کنم و برم مسیر آکادمیک رو جلو برم، ولی این خیلی برام جذاب بود که اون سوال ذهنی دیگه جواب دادم. اگر میرفتم تو مسیر صنعت چه اتفاقی برام میافتاد؟ و میگم این همیشه توی یه سوالی بود تو بک‌گراند ترید مغزم بود و هی منو داشت اذیت می‌کرد. شاید اون مسیر بهتر. میگم همین که اومدم با شما این مسیر رو تجربه کردم و دیدم دیگه خیالم راحته، دارم مسیر آکادمیک رو انتخاب می‌کنم، مسیر خوبیه و مسیر قویه. دیگه دلم رو راضی کردم، دیگه مطمئن حرکت میکنم و میرم جلو. یعنی میگم تازه یه آدمی رو به ما اضاف شده 7 ماه 8 ماه خودش درگیر چندین تا چالش بوده، واسه چالش امنیتی محصول دست گرفت و قصه هازا اینا رو حل کرد. ولی خب بعد از اینکه این چالش ها رو هم حل کرد تاثیرش رو آکادمیک موند و این جواب سوال ذهنی خودش رو داد. واقعا تجربه خیلی مهمه. اگه یه تجربه عقلانی انجام بدید و یه تصمیم درست بگیرید، یه سری چیزا رو تجربه کنید، خیلی به نفعتونه، خیلی مسیرتون رو روشن میکنه. خب بچه‌ها نگاه کنید، یک ادبیاتی وجود داره که خوبه که این اصطلاحی وجود داره آشنا باشید، کلمه مسیر شغلی یا خارجی کریر پس. خب مثلا ممکنه الان ذهنتون باشه که من الان تو حوزه مثلا فرانت اند دیولپر میخوام کار کنم، برنامه‌نویس فرانت، اصلا چه مسیری باید طی کنم؟ اگه بخواید مثلا اینو تو اینترنت سرچ کنید با یه کلمه که محتوای خوب برسید بهش، همین فرانت اند دیولپر کریر پس یا کریر لدر. خب این اصطلاحاتی که میتونید باش سرچ کنید و سلام بهتون کمک کنه. نه بچه‌ها، ما توی حوزه مسیر شغلی کلا این مسیر شغلیه که تو همه هر حوزه، هر گرایشی که مشغول به کار شید وجود داره. یا آقا اول چی هستید؟ ترینر هستید، تازه کار یا فاقد تجربه و دانش. قدم دوم چی میشه بچه‌ها؟ اصطلاحاً بهش میگن جونیور. خب یا کارشناس سطح 1. اولا کارشناس سطح 1 جونیور چیه؟ مثلا چند تا کلمه شاید شنیده باشید، جونیور، میدل، سنیور. مثلا سنیور الان کلا هر کی ببینید میگید آقا من خود خودشون میگم من سنیور فرانتم. میگم خب چقدر فرانت بلدی؟ یه 6 ماه دوره دیدم. خب یه پروژه مثلا انقدی انجام دادم. من سنیور بک‌اندم، سنیور بهمانم. خب الان همه سنیورن ما تو ایران همه سنیور، همه متخصص، همه دانشمند. خب بچه‌ها اول پس بعد از ترینر یا نوآموز چیه؟ جونیور هست. جونیور یعنی کسیه که تازه کار رو شروع کرده، نیاز به چی داره؟ یه مربی، یعنی یکی باید تربیتش کنه تا این بتواند تو اون کار مسئله انجام بده، کار انجام بده. از این حرفا نیاز به مربی داره، نیاز به یه هدی داره که این هده این کار رو براش انجام بده. خب بچه‌ها جونیور بعد از مثلا معمولا میگن آقا 3 سال آدما جونیورن، بعد از 3 سال میشن میدل، یعنی قالب آدما 3 سال جونیورن، بعد از 3 سال میشن میدل. وقتی میدل میشه چیه؟ میدل میشه خودش میتونه کار مستقل انجام بده. این اون کودک و بچه نوجوان و جوان هست. خب این حالا شاید معادله بگیم آقا نوجوان میتونه کار خودش مستقل انجام بده، ولی باز نیاز به یکی داره که راهبریش کنه، ولی کمتر. نیاز به یکی داره که بچه‌ها منتورینگش کنه. کلمه منتورینگ شنیدید؟ چیه تعریف منتورینگ؟ خب دقیقاً این از اینا هست، تا مشاوره، تا مسیر دادنه، تا جهت دادن به اون مسیر. یا یه وقتایی بچه‌ها اینه که یه مثلا من به عنوان یه آدم جونیور یه کاری رو، یه راه حل تو ذهنم دارم، میرم پیش این منتوره، میگم آقا من این تو ذهنمه، این خوبی‌ها این بدی‌ها رو داره، 2 تا خوبی و بدی دیگه به من میگه. یا میگه که خب چرا این مسیر رو نمیری؟ مسیرم هست. خب پس میتونه یا کمک کنه به اون که راه حلمو قوی تر کنم، یا کمک کنه که یه مسیر دیگه پیدا کنم. میگه چرا فکر میکنی مثلا فرض کن فلان جا رو فقط میشه اینطوری رفت و اینطوری هم میشد رفت؟ من خبر نداشتم. خب پس این نقشه رو داره.
حالا آقای مختاری اینجا روی بحث نکته بچه‌ها یه نکته خیلی مهم وجود داره. اکثر آدم‌ها از این فاز 3 سالو که میگذرن میرن تو فاز میدل به چالش‌های شدید میخورن. معمولاً بعضی اصلا کار کردن تو اون حوزه رو هم ول میکنن تا این حد. چرا؟ حالا آقای مختاری چراشو میگه؟ مثالش رو ننداز گردن میدل اگه تو ذهنیت من خودم میگم. خودتون نگاه کنید نکته چیه بچه‌ها؟ نوجوان شخصیتش چیه؟ میگن نوجوانا پرخاشگرن، میخوان خودشون چیز کنن. خب آره نگاه کن، نوجوانه بین دوره گذاره بین اون دوره ابتدایی و اون دوره قوی شدن است دیگه. خب فکر میکنه که چی؟ فکر میکنه که من دیگه همه چی میدونم، من دیگه همه کاری میتونم انجام بدم. خب اینجا این آدم ها توی این میدل بودن معمولا دچار چالش های شدید میشن. نکنید چالش هایی که باعث اصلا کانفلیکت یا تعارض میشه. یه موضوع مهم، حالا جلوترم میگیم، یه موضوعی ما داریم به نام مهارت‌های نرم یا مهارت‌های عمومی. معمولا آدم‌ها تو اینجا به خاطر نداشتن مهارت‌های عمومی دچار چالش شدید میشن، حتی اون کار رو هم ول میکنن. به اون جایی که دارن کار میکنن طرف 3 سال تو اونجا یاد گرفته فلان، مثلا قوی شده، به یه جایی رسیده، حتی اون محیط رو معمولا ول میکنن. حتی چیز میشن که خب من الان دیگه خودم میتونم برم یه شرکت بزنم، یه کسب و کار بزنم، یه مثلا فلان بکنم. خب این نکته اینجاست، آدم ها تو این دوره نیاز به چی دارن؟ منتور، نیاز به آدمی دارن که بهشون جهت بده، مشاوره بده، مشورت بده. بعد بچه از میدل، معمولا میدل هم میگن حدود 2 تا 3 سال آدما میدلن. آیا کمتر هم میشه؟ بله کمتر هم میشه، جلوتر میگیم. میشن بعد میشن چی بچه‌ها؟ سنیور. سنیور یعنی چی؟ ادبیات معمولی که خیلی جا میشه کارشناس ارشد. خب این یه آدمیه که توی یه حوزه تخصصی چیه؟ ارشده. این آدم چه ویژگیایی داره؟ میتونه آقا خودش کارش رو کامل خوب انجام بده، میتونه سرپرسته، میتونه یه کاری رو از دیگران استفاده کنه برای اینکه این کار به نتیجه برسه. خب میتونه چی باشه؟ حتی میتونه تجربیات اول کوچ بودن رو هم انجام، میتونه کوچ هم باشه بچه‌ها این آدم. خب یه سطح بچه‌ها بالاتر داریم بهش میگن راهبر. راهبر اون آدم سنیوره هست. راهبر از چی میاد؟ کلمه رهبری. میتونه بچه‌ها یک تیم رو رهبری کنه. خب یک تیم رو کوچینگ کنه، منتورینگ کنه، هم کوچینگ هم منتورینگ. رهبر دیگه، رهبر این دوتا رو داره. خب راهبرها بچه‌ها معمولا نقششون یا تیم لیده یا تک لیده یا حتی بالاتر، میتونه اینطور بیاد بالاتر. این پس حوزه راهبری. میخوای یه دونه خاطرات رو بگم؟ خب کوچیک فقط به زمان هم دست ندید. یادم مثلا خب اوایلی بود این زمزمه‌های به‌روزرسانی اتوماتیک و لباس به گوشمون رسیده بود، به گوش من یه خورده رسیده بود و دوست داشتیم محصول توی سری جاها خودکار کنیم. یادمه یه کانفلیکت داشتم با مدیرم گفت آقا یه تسکی دیگه دارم دستت، امنیت اونو باید انجام بدی، چیز دیگه ای نرو. و حتی تو جلساتش منو بیرون می‌کرد مدیر، میگفت نه من اولویتم اونه. ولی خب میتونستم کانفلیکت داشته باشم و بگم آقا اون دغدغه‌ای که من نسبت به مسئول دارم میذارم کنار، بشم یه آدم عادی مثل بقیه اون بچهای شرکت. صبح میام بعد از اون ساعت 4 میرم، خیلی راحت. مثلا چرا اینقدر استرس خودم. ولی قبول نکردم، من دوست داشتم اون چیزی که دارم روش کار میکنم بهترین باشه. این وقتی که دارم عمرمو یه جایی میذارم بهترین باشه. خب توی یادمه مثلا تا 11 شب وای میسادم این تسک رو انجام میدادم که فردا قول مدیرمو نشنوم. و از اون تایم 11 شب تا 4 صبح 3 صبح گاهی اوقات شرکت میخوابیدم. یعنی که تنها کسی هستم ادبیات خوابیدن در شرکت واب کردم که میشه تو شرکت هم خوابید صبح. بچه‌ها میگن یکی اون وسط هست میگم مختاری و اون مسئله رو حل می‌کردم. یعنی بعد از یه مدتی همون مدیری که منو از جلسه بیرون کرد گفت تو به تو ربطی نداره بعد بری بیرون و این جلسه وقتی تو نیست، چند روز بعدش اومد گفت تو مدیر این پروژه بشو و تو اینو ببر جلو.
چرا؟ خب چون خودم ثابت کردم، گفتم خب مسیر دارید اشتباه میرید، من ایده‌هام اینه، این مشکل دارید، این مشکل دارید، این مشکل دارید. کم نیاوردم تو اون مسیره و کانفلیکت میخورید، سعی کنید آروم کنید فضا رو و در اون بهونه‌ای از سمت مدیر بالادستی برید و بگیرید، ولی ایده‌تون رو برید. واقعا ارزش تجربه کردن اون سختی کشیدن رو داره وقتی به موفقیت میرسید. همه تو لحظه اول باهاتون گارد میگیرن، میگن چرا وقت میذاری. یعنی تقریبا کل شرکت، من جمله بگم، واقعا تو مسیر شغلی خیلی تاثیر داشت. تقریبا تمامی افراد شرکت نزدیک من بودن میگفتن چرا تو اینقدر کار میکنی؟ مگه ارزش داره کی داری کار میکنی؟ من وقتی شروع کردم یه آدم جونیور بودم و یه حقوق کاملا جونیوری میگرفتم، ولی اندازه یه مدیر دوست داشتم کار کنم، علاقه داشتم، چون واقعا یه شغلی که بودم علاقه داشتم و دوست داشتم خودم رو خرجش کنم. و همه میگفتن چرا مقطعی وقتتو میذاری، چرا نمیری بیرون بگردی، چرا تو جوونی نمیکنی فلان. گفتم آقا من دارم وقتی کار میکنم کیف میکنم، انگار دارم بازی میکنم. تو میری خونه وقتی میذاری رو گیمت، من اینکه مسئله حل کنم حال میکنم. یعنی یادم یه مسئله رو توی یه جا حل کردم، سرود ایران میذاشتم، گفتم چی شده؟ من آقا ایران میذاشتم که مسئله حل شد. و همینا بود من از زندگی نگه داشتم. یه برای علاقه‌تون هزینه بدید، ارزشش رو داره. بعد از یک سال آدم‌هایی که فکر می‌کردن شما اشتباه می‌رید میان ازتون عذرخواهی می‌کنن و مجبور میشن حرفتون رو قبول کنن. بی‌طرف. خب نه بچه‌ها، نکته حالا این موضوع که گفتم این مسیره نکنید تقریبا مسیر هر کدوم 3 ساله. خب ولی گفتم این 3 سال میشود یکی از موضوعات همین نکته است، خواستن خود آدمه، علاقه داشتنه و سخت کوشیه. حالا باز جلوتر صحبت کنیم. پس این میشه گفتم این مختاری کیسیه که این مسیر رو تونسته زودتر طی کنه. حالا توضیحاتشون رو شنید. بچه ها نکنید این نکته که گفتم، ببینید بچه ها، ما توی حوزه کامپیوتر یا فناوری اطلاعات 34-35 شغل مختلف داریم. نکنید الان تو ذهنتون این بود که بچه‌ها تو حوزه کامپیوتر ما چند تا شغل داریم؟ بیشترین چیزی که تو ذهنتون بود چند بود بچه‌ها؟ چند تا؟ 13-14 تا؟ بیشتر کسی تو ذهنش بود از 13-14 تا بیشتر؟ نه بیشتر نه. نکنید بچه‌ها 34 شغل داریم. حالا این 34 تا تازه بعضیا میگن بیشتره، بعضیا تا 50-60 تا هم میگن. این 34 تایی که الان حداقل تو بازار ایران هم هست. خب یعنی تو شرکت‌های بزرگ معمولا میشتونید اینها رو ببینید. خدمت شما عرض کنم که حالا از اینا که اینا چی هست ازش میگذریم. توی جلسات بعدی، 3 جلسه بعدی در مورد اینها بیشتر صحبت میشه. بچه‌ها یه نکته که دیدید اون نردبان شغلی که گفتیم بچه‌ها، این نردبان شغلی رو الان دارید برای یک موضوع میبینید. نکنید بچه‌ها من با پیاده ساز شروع بکنم، نوآموزی با پیاده سازی دیولپر باشه، آیا تهش فقط من دیولپرم؟ نه. میگیم آقا تهش میتونید به این نقش ها برسید. میتونید تبدیل بشید به یه CTO، یعنی به یک معاون توسعه فنی توی سازمان شرکت، یا میتونید تبدیل بشید به مدیر محصول یا معمار نرم افزار. این همون تایتل هاست: نوآموز، جونیور، میدل، سنیور، راهبر. پس شما اگر پیاده ساز بودید این مسیر رو اومدید، آیا تهش همینطور پیاده ساز مجبورید بمونید؟ نه. به این میگم نردبان. با هر حوزه‌ای سرچ کنید از این نردبان ها زیاده و این نکته‌ای که بهتون کمک میکنه که درست تصمیم بگیرید شناخت این نردبان هست که به کجا میرسید. نه این الان یه نردبان بزرگتر. نکنید مثلا آدمی با تست شروع کرده. ببین الان تو ادبیات ایران، تو ادبیات مرسوم هست، تست رو بچه چیپ ترین کار میدونن. یه حکی میگه این آدم قراره تستر باشه. خب الان خیلی چیپ میداره. این حرف از تست تو این مسیر میتونید به مدیر محصول برسید، به این برسید، به CTO بودن برسید، به بهبود روش میتونید برسید و به شغلای دیگه که این وسط وجود داره. میبینید بچه‌ها قشنگ گیمه. این بازی میزه چیه؟ خب برید اسلاید بعد.
اینا بچه تو جلسات بعد تخصصی که دوستان ما میان صحبت میکنن تو هر حوزه میان اینا بیشتر بهتون میگن، فقط بابت اینکه این اصطلاح داشته باشید. مثلا بچه این یک کریر پسیه که برای مهندس نرم افزار میگن. تو این اسلاید تقریبا بچه اگه اشتباه نکنم 15 تا از این جاب تایتل ها با سطح های مختلف، سنیور آرکیتکت، تکنیکال لید، اینها رو میبینید که حالا تو ذهنتون میتونه باشه که اگر مثلا من رفتم با یه ترینر، با یه مهندس نرم افزار مبتدی شروع کردم، این مسیره میتونه در موردم اتفاق بیفته. اسلاید رو زحمت برید. یا مثلا آخه بچه‌ها ممکنه یه جایی برید و یک از نقشه‌ای که داریم توی اسلایدام بود باشه توی تحلیل کسب و کار. من باید تحلیل کسب و کار برم یه جایی مشغول به کار شم. حالا اینکه چه باید ویژگی‌هایی داشته باشید این شغله جلوتر صحبت کنم. بچه‌ها هر کدوم از این شغل‌ها اون جایی مختلفی صحبتشون بود. نکنید وقتی من با توجه به شخصیتم ممکنه این شغل‌ها رو نتونم برم. نکنید همه شاید الان مثلا میگم من دوست دارم مدیر باشم. خب مثلا یک حد هممون میگیم دوست داریم مدیر باشیم. بعد می‌بینید بچه‌ها یه جایی، حالا بچه‌ای که کار کردن شاید بتونن این رو بگن، یه جایی توی همین تبدیل بازار ایران و بازار خارج هست که یک سنیور داره از یک مدیر بیشتر حقوق میگیره. یعنی طبیعیه شما ممکن یه سنیور یه حوزه‌ای باشی، تخصصی یه حوزه‌ای داشته باشی، اون حوزه الان درآمدش از اینکه مدیر باشی بیشتره. پس اینکه آقا لزوما آقا مدیر بودن خوبه، همه دوست دارن مدیر باشن، اسمش قشنگه. خب ولی آقا همه چیز مدیر بودن لزوما خوب نیست. من ممکنه شخصیت مدیر بودن رو نداشته باشم. آیا همه میتونن معلم باشن؟ نه. همونطور همه نمیتونن معلم باشن، مدیر باشن، همه نمیتونن تحلیلگر کسب و کار باشن، همه نمیتونن برنامه‌نویس باشن، همه نمیتونن مثلا نقش مختلفی که گفتیم مثالی ببر. خب این که مسیر درستتون رو بکنید و یکم مرور بکنید، پس اول باید اینکه علاقه‌مون رو کشف کنیم. دوم مهمترین نکته خودشناسی. آقا من ویژگی شخصیتیم چیه؟ خب این تستای شخصیت میتونه خیلی بهتون کمک کنه. که آقا من شخصیتم مثلا اینه. تو تستای شخصیت مثلا میگن آقا شما احتمالاً میتوانید یه سال آیا تست شخصیت به یه موضوعی که من علاقه داشتم نخورد، یعنی تعطیل، میگیم نه. و این تست شخصیت رو دیگه تو مثلا نمیتوانی مثلا این نقشه رو بازی کنی، ولی خیلی از مهارت‌ها کسب کردنیه، تجربه کردنه. ممکنه بشه اون حوزه رو کسب کرد و شخصیت رو یه ابعادیش رو تغییر داد تا بشه شغلی رو گرفت. مهمترین نکته بچه‌ها تو مسیر درست میگه مهارت کسب کردن. شما باید سعی کنید همیشه مهارت به دست بیارید، مهارت تجربه کنید، دانش به دست بیارید. این مدام در حال مهارت کسب کردن، افزایش دانش مهمه. شخصیت شناسی، خودشناسی، شخصیت شناسی، شجاع بودن، نترس بودن، شکست نترسیدن، نکته خیلی مهمه. انعطاف داشتن. نکته خیلی جاها بچه‌ها خیلی از مسائل وقتی حل میشه که شما بتونید خودتون رو اداپته کنید، تطبیق بدید. خب تطبیق دادن، این که اداپتیبیلیتی یا قابلیت تطبیق دادن خودم با شرایط محیطی، مکانی، چالشی، سختی، دشواری. دیدید مثال زدن یه جایی اصلا پیکم نبود، خودم به خاطر اینکه مثلا این کارم رو اوکی کنم چی شدم؟ پیک موتوری شدم. وفت دادن، تطبیق دادن، نترسیدن از اینکه مدیر عامل اون کسب و کار پا شده. الهام گیری، نه اینا خیلی مهمه. از الگوهای خوب الگو برداری کنیم، الهام بگیریم ازشون. لازم نیست این مسیره رو من خودم برم همشو کشف کنم. نه آقا، مشورت گرفتن، الهام گرفتن، الگو گرفتن این به شدت مهمه. میرسه برم بحث برنامه ریزی خیلی مهمه. نکنید حالا من تونستم مسیر مناسب برای خودم پیدا کنم، توی این مسیر نکته مهم رشد کردنه. باید بتونم رشد بدم خودم رو تو هر کدوم از اون جونیورم، میدلم، سنیورم، از این موضوعات. چجوری بچه‌ها؟ یک، آقا من باید مهارت به دست بیارم.
انواع مختلف مهارت‌ها رو هم داریم. مهارت‌های فنی، مهارت‌های غیر فنی، مهارت‌های نرم یا سافت اسکیل. شنیدید یا سافت اسکیل شنیدید یا مهارت نرم؟ خب این مهمه بچه‌ها. بهترین متخصص هم باشید بچه‌ها، مهارت‌های نرم نداشته باشید به درد نمیخوره، جاتون هیچ جایی نیست. خب مهارت‌های لازم رو به دست بیارم. اینا بچه‌ها نکته خیلی مهم توی رشد، یادگیری مستمر. بچه‌ها دنیا مرسوم میگن آقا کسی که آن جاب لرنینگ نداشته باشه، لاین تایم لرنینگ نداشته باشه، این آدم از بین خواهد رفت. خب الان خیلی از آدمایی داریم که الان متخصص چیزن، دیولپرن، ولی هنوز دیولپر فلان زبان قدیمی که تو ایران یه دونه بیشتر نیست. این آدم هم چون کار هست فعلا دارن بهش حقوقی هست دیگه، من داخل داره حقوق هم میدن، خودش رو هیچ رشدی نداده، مهارت رو نداده. تغییر پذیری بچه‌ها، ماها باید همیشه تغییر کنیم. حالا بسیار جلوتر چالشایی که پیش روی شماها هست، پیش روی ما هست رو خواهم گفت. این نکته مهم هست بچه‌ها، باید با توجه به شخصیت شناسی خودتون معلوم بشه که قراره برید در سطح اینکه فنی باشید یا مدیر. یه جایی دیدید تو این نردبان ها بود، باید این تصمیم یه جایی میگه من بود مدیریتی قوی تره یا مدیر اصلا نیستم یا هستم زیاد چیز نیست، قوی نیستم، نمیتونه مدیر قوی باشم، برم سمت اینکه فنی قوی باشم. تعیین اهدافم به شدت مهمه. آقا وقتی من مسیر رو بشناسم، هدفم تعیین کنم، خب قطعا خیلی مناسب و بهتر میتونم اون رو بزنم. میرسه بچه‌ها الان اکثر بچه‌هایی که تو حوزه آیتی کار میکنن، تو آیتی توی کشور دارن درس می‌خونن، فکر کنم باید کدنویس باشن. دیدید کدنویسی یک دو سه تا از جاب تایتل‌های ما هست. پس یک بچه‌ها فقط شغلمون کدنویسی نیست. دو فرض کنم من می‌خوام دیولپر باشم، آیا فقط کدنویس خوب باشم کافیه؟ میگیم نه. حالا یه بخشش رو صحبت کردیم که من کدنویس خوبم، کافی نه، باید ابزارهای کدنویسی متنوع رو تسلط داشته باشیم. خب فقط من آقا ویژوال استودیو رو مثلا بلدم باز کنم کد چه می‌دونم سی چارت بذارم، فلان ابزار بلدم باز کنم کد جاوا بذارم، فلان ابزار بلدم باز کنم کد ریاکت جی اس بزنم. هر بچه ابزار برنامه‌نویس یعنی ابزارهای ما اون ابزار ادیتوره نیست. و در نهایت تجربه عملی، ترکیب این سه تا مهارت‌های نرم. مهارت‌های نرم بچه ابعاد زیادی داره. حتما سعی کنید از همین الان دوره‌های تخصصی مهارت‌های عمومی رو برید. خودتون رو مثال زدم تو چالش بچه‌ها، من دوستانی که تو انجمن عضو هستن واقعا خوشحالم ازشون. چرا خودشون تو این چالش انداختن که به کمک این انجمن فعالیت حتی شده رایگان. آقا دارن بعد میگن این کاره نمیدونم فلان داره تو انجمن کار میکنه، اتفاقا داره بهترین کارو میکنه که سافت اسکیلش رو رشد بده، مهارت‌های ارتباطیش رو رشد بده، مهارت‌های جمعیش رو رشد بده. بعضی اصلا نه کامپیوتری هستن، اصلا میگم با یه نفر نمیتونه حرف بزنه، این قطعا بهترین آدم باشه به چالش می‌خوره. این بچه به شدت کلیدیه. به اسلاید بعد این توی بحث توانمندی عمومی خب فرصت نیست، بحث اولمون خیلی طولانی شدش، میگذاریم، موضوعات مختلف هست. بچه‌ها نگاه کنید ما یه سری چالش‌هایی داریم که هممون از الان باید بهش آگاه باشیم. مسیر پیش رو مسیر خیلی سختیه. سختی‌هاش چیه بچه‌ها؟ نگاه کنید همین الان شاید دارید میشنوید میگن که هوش مصنوعی شغل‌ها رو از بین ببره. مثلا آقا پزشکی رو بیل گیتس شنیدید دیگه، بیل گیتس میگه پزشکی و معلمی از بین خواهد رفت، استاد دانشگاهی از بین خواهد رفت، حوزه آموزش و حوزه پزشکی به شدت متاثر میشه. همین الان حوزه نرم افزار، خیلی از کاری که الان قبلا مثلا برنامه‌نویسای جونیور و میدل میکردن الان داره هوش مصنوعی انجام میده. خب اینا همشون چیه؟ ریسکه. نه بچه‌ها 40 سال پیش 50 سال پیش شغل‌ها حداقل عمر 100 ساله 200 ساله داشتن. الان عمر خیلی از شغل‌ها بچه‌ها زیر 1 سال شده. یک سالی شغل ایجاد میشه از بین میره. خب این چیه بچه‌ها؟ یعنی که من باید اسلاید قبل خودم رو قوی کنم، خودم رو توانمند کنم.
نه ریسک‌های زیادی وجود دارد که حالا من از اون ریسک‌ها عبور میکنم. جهانی شدن به شدت یه ریسکیه که آسیب‌زاست، من ازش میگذرم. این حالا بعداً برید مطالعه کنید بچه‌ها. این یه سری بحث تکنولوژی‌ها هستن که تکنولوژی‌های اصطلاحاً برهم زننده یا تکنولوژی بچه‌ها داره زمین همه بازی‌ها رو عوض میکنه. این ریسک هاست که وجود داره، من ازش میگذرم. یه ریسک وجود داره ولی شما قوته. این که جزء این نسل حالا جدید ها عملا حساب میشید، نسل زد هستید که EQ تون بالاست. از این چالش ها این دیگه فعلا برای شما الان چیه؟ نقطه قوت و نقطه برده که باید ازش استفاده کنید. یعنی بار بقیه چالشه یعنی شما برای نسل قبلیاتون چالشید. هر چالش شغلی هستید، چالش اجتماعی هستید، چالش سیاسی هستید، چالشید. ولی بار خودتون چیه؟ مثبت ازش استفاده کنید. این بچه حالا اینا دیدید اینا بچه از سال 2000 تا 2010 کلی شغل هست. این تعداد شغلایی که داره ایجاد میشه هست میشه به شدت داره زیاد میشه. ازش بگذریم. توضیح دادم تقریبا. از این هم بگذریم. نه بچه‌ها این نقش تکنولوژی اینه بچه‌ها. مسیرهایی که قبلا اینطوری داشتن میرفتن تکنولوژی جدید اصطلاحاً دیسراپتیو شدن. یعنی یه رشد طبیعی که داشته اتفاق می‌افتاد رشد شده یه رشد نمایی. این رشد نمایی اینه که هر لحظه ممکنه اتفاقی بیفته. خب این حالا بود سیاسی داره، بود نمیدونم کاری شغلی داره، بود مثلا فلان داره. بچه‌ها اتفاقاتی که توی این مدت یک ساله تو جنگ ایران و اسرائیل و فلان افتاد، این تکنولوژی‌های اینتراکتی این اتفاق افتاد. الان ما شاید تو موضع ضعف شاید باشیم یا حس کنیم باشیم. این تکنولوژی حتی جایی که ممکنه دست برنده داشته باشی، این تکنولوژی دیسراپتیو شما رو تبدیل می‌کنه به دست غیر برنده. بریم جلو. بچه‌ها نگاه کنید، باید مجموعی از این شایستگی‌ها و توانمندی‌ها رو بچه‌ها کسب کنید تا بتونید. اگر بچه‌ها نگاه کنید، اگر می‌خواید زندگی نرمال داشته باشید الان باید اینا رو کسب کنید. قبلا این بود که اگر می‌خواستید جزء 10% بالای جامعه باشید باید اینطوری می‌بودید. الان مثلا اگر می‌خواهید 5 سال دیگه 10 سال دیگه جزء آدم‌های فقیر تو جامعه نباشید باید خودتون رو توانمند و قوی کنید. واقعا دارم بی‌شوخی میگم. الان شاید بخندید ولی 5 سال دیگه 10 سال دیگه می‌بینید. بچه‌ها این دقت کنید. این کپابیلیتیاتون رو باید گسترش بدید. حالا از اینم بگذاریم. اینم بگذاریم. خب یه نکته بگم بچه‌ها، این دنیا مدعی که داره به سمت انسان محوری پیش میره، ولی واقعا انسان محوری دیده به صورت خیلی زیاد نمیشه. یه نکته بگم ازش بگذرم. گری کاسپاروف میشناسید دیگه ها؟ قهرمان شطرنج. قهرمان شطرنج با دنیا بود. چیش بولد بود که تو ذهنم میمونه. اون که باخت به دیپ بلو. خب که میگن غیر چیزم باخت. حالا بگذاریم از اون. بچه‌ها این نکته میگم، من اینو بگم. میگه آقا انسان محوری است، دنیا به سمت انسان محوری است. این نکته دقت کنید. گوگل، IBM، مایکروسافت، حالا IBM نباشه، گوگل، مایکروسافت، اینا آدم‌های برتر دنیا رو جذب می‌کردن که ما داریم به خاطر انسانیت داریم کار می‌کنیم. همه کارامون اینه که چیز کنیم. تو اخبار شنید توی یک ماه اخیر که گوگل هم مایکروسافت هم گوگل اومدن اون بیانیه ماموریتشون رو تغییر دادن، گفتن آقا ما از این تکنولوژی تو حوزه نظامی هم دیگه می‌خوایم استفاده کنیم. حتی خیلی از این آدمایی که تو اینجاها بودن که مثلا جمله 3 تا ایرانی و چند تا چیز که مثلا تو مایکروسافت بودن اومدن بیرون. ما اصلا اومدیم تو مایکروسافت کار کنیم برای جامعه بشریت. رشد تکنولوژی همه. حالا تو میگی نظامی هم دستت بازه بری هر غلطی بکنی. نمیدونم تو غزه نم آدم بکشی. خب نه بچه‌ها این انسان محوری شعار خیلی جذاب این تکنولوژی‌های جدیده. خب ما باید قوی باشیم این تکنولوژی جدید دست بگیریم، بتونیم نذاریم اونا هر کاری که میخوام بکنن حالا با حداقل کشور خودمون، با مردم خودمون، حالا بقیه پیشکشمون. این انسان محوری شعاری که نکنم توی کتاباشون میگن، توی عباراتشون میگن. بریم جلو. از اینم بگذاریم. نه بچه‌ها یه موضوع مهم بچه‌ها، یکی از میگن آقا این من فقط از اینو بگم دیگه تموم کنم، سوالی داشتید جواب بدم. نه بچه‌ها
ما باید چابک شیم، چابکی یا اجایلیتی، چابکی یا منعطف بودن. چابک بودن ما اینه که مثلا فرض کنید بچه‌ها بتونم من برای هر مسئله‌ای بهترین جواب رو تو کوچکترین زمان بهترین جواب رو تو کوتاه‌ترین زمان به کمک یه سری آدم بهش برسم. من باید این چابک باشم. نه بچه‌ها نگاه کنید دیدید دیگه، من الان میخوام یک کلاس بچرخونم 10 نفر سخته، ولی مثلا چجور مثلا توی مراسم مثل اربعین و 3 میلیون آدم بدون اینکه کسی چیز کنه دارن چیز میشن، چون اونجا فرهنگ چابکیه، همه چابکن. نگاه کنید شما یه کربلا میخواید برید همیشه اینقدر کوله برمی‌دارید، فلان برمی‌دارید، ساک فلان، ولی اربعین کسی کوله گنده برمی‌داره و همه چی هست، میرم والا یه سختی هم کشیدن. این فرهنگ چی بگه؟ چابکیه. الان این فرهنگ چابکی که ما تو دینمون هست، اونا تو فرهنگ اونوریشون دارن، تو فرهنگ غربیشون دارن و دارن با این فرهنگ چیز میشن، کار عجیب غریب و گنده مونده میکنن، کارهایی که مثلا معمول 20 سال طول میکشه اینا دارن 6 ماه بچه انجام میدن، 3 ماه دارن انجام میدن، تو 2 روز دارن انجام میدن. خب اگر ما این نباشیم بچه‌ها، تو زندگی شخصیمون، تو زندگی کاریمون، تو زندگی اجتماعیمون بچه‌ها خواهیم باخت. خب بقیه اسلاید به نظرم گذاشتی بگذاریم بچه‌ها، اگر سوالی دارید بپرسید، تو انشاءالله 3 جلسه دیگه تخصصی و موضوع محور در خدمتتون انشاءالله هستیم که اطلاع رسانیشو میکنم. اگر سوالی چیزی هست داشته باشیم، مگر نه بفرمایید. میگن تو سازمان اینا الان پیاده سازی و اینتگریشن هوش مصنوعی انجام شده، در حال انجام اصلا بهش بهایی داده نمیشه. ما هوش مصنوعی سازمان‌هایی رو داریم که الان بالغ و 10 ساله داره تو هوش مصنوعی کار میکنن که بعضیش اصلا نزدیک ما تو همین قومه. ما نمی‌دونم بچه‌ها ربات پاسخگویی سوالات شرعی یکی از چیزاییه که خب الان 10 ساله توی قوم الان وجود داره و داره به یک بخش از سوالات جواب میده. یا مثلا تو قوم مرکزی رو داریم، این مرکزی اصلا یکی از بنیانگذارانش یکی از ایرانیایی که رفته آمریکا و هوش مصنوعی خونده. خب حالا از زمین نزدیک دم دستمون. یعنی چی بچه‌ها؟ ما تو هوش مصنوعی نه خیلی عقبیم نه جلوییم، ولی داریم اگر نجنبیم عقب میافتیم. خب یعنی این هوش مصنوعی نکنید نماییه رشدش، خطی نیست که بگیم آقا من میتونم عقب افتادگی ما سریع جبران کنم، تو خطی میشه، تو نمایی این امکان وجود نداره، ولی اتفاقات خوبی داره میفته. این اهمیتش تقریبا برای همه ثابت شده است، یعنی همه پذیرفتن. یه نکته اینه که خیلی تکنولوژی‌ها مثلا دیر پذیرفته میشد، مثلا توی اینترنت تو ایران دیر پذیرفته شد، یا مثلا نمیدونم فلان تکنولوژی تو ایران دیر پذیرفته، ولی هوش مصنوعی الان پذیرفته شده است. اینکه پذیرفته شده نقطه امیده. حالا این نقطه امید بالقوه تبدیل بالقوا بالفعل قطعاً چالش داره، هزینه داره، سعی و خطا میخواد، آدم‌هایی مثل شماها جوون با انگیزه توانمند میخواد که بیان وسط این میدونه چیکار کنن؟ بجنگن. خب بجنگن و موفقیت کسب کنن. خب دوستان دیگه سوال آن داریم؟ آها من گفتم بالا بیشتر بدم رو سوال، شما که سوال حالا نه اگر سوالی نیست بفرمایید. یه چیزی که خیلی جالب در که زمین بازی ها خیلی مثلا چی تو یه زمین بازی داری که چه ابزارهایی بلدی، ولی میای وارد بازار ساخوشی یه سری چیزا هستن که کلا به دید بازار یه به دید ابزاری باید نگاه نمی‌کنی چه ابزاری بلدی، چه نیازی میتونی برطرف کنی. این گپ بینشون چطوری میشه؟ حالا بچه‌ها یه نکته مثلا یه همچین جمعی من سال 84 تو دانشگاه قم، بعد یه بار دیگه سال 95 تو دانشگاه قم داشتم. من تو اونجا خب مثلا دانشگاه قم سالانشون فکر کنم حدود 200 تا بچه دانشجو بودن. اما این نکته مهمی وجود داره، میگیم آقا شما تو هر این نکته رو میگم بعد واسه می‌کنم به دقیقاً سوال شما. میگیم بچه‌ها تو هر کدوم از این جاب تایتل هایی که گفتم 35 تا اگر قوی و حرفه‌ای بشوید، من تو تک تک این بچه جاب تایتل ها
آدم تو ایران سراغ دارم الان 150 میلیون 200 تومن دارن میگیرن تو تمام این جاب تایتل‌ها. خب برج 150 تومن. آره باید 150 تومن الان عادی داره میشه توی یه سری آدمای توی چی؟ ارشد. تو ارشد بچه‌ها میگم جزء مثلا 10 الان نکن فوتبالیسته که داره اینقدر میگیره چیه؟ خب همه فوتبالیست‌ها دارن اینقدر میگیرن؟ نه آقا یه جمع محدودی این همه فوتبالیست تو ایران میگن 1 میلیون فوتبالیست داریم. از اون 1 میلیون چند تاشون دارن اون عددهای چیزو میگیرن؟ خب به چی میگن یه بچه‌ها برجی 150 تومن 200 تومن 250 تومن تو این جاب تایتلا اگر جزء 5 6 نفر اول هر کدوم از این حوزه باشید میتونید بگیرید. خب توی ایران پس نکنید به شرطی که چی اصلا برو QC آقا چیپ ترین چیزی که الان بعضیا فکر میکنن هست که اتفاقا مهمترین قسمت هم هست. خب هر کدوم از اینا چه توانمند بشید تخصص پیدا کنید تجربه پیدا کنید زمان براش بذارید. خب تا یه دیگه هم فرصت شناس باشید این اتفاقا میفته میتونید جز اون آدمایی باشید که چیز باشید. حتی مثلا الان خب خیلی از این آدما الان چه میدونم دارن بعضی از آدما دارن مثلا برای خارج از کشور کار میکنن با یه مکافاتایی به داخل دارن درآمد حتی دلاری هم میگیرن. خب پس این نکته اینه این من فقط ابزار بشناسم کافیه؟ نه. من فقط متخصص باشم کافیه؟ نه. شما بهترین متخصص چی دوست داری؟ چه رشته‌ای دوست داری؟ گرایش فکر کنی دوست داری؟ چی؟ دیتا. شما الان فکر کن قوی ترین آدم دیتا ایران شدی رفتی دوره کلاس فلان 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 از این حرفا ولی وقتی یه پروژه انجام ندادی قوی نیست. وقتی خودتو نتونستی نشون بدی خودتو جزء شبکه‌های آدمای دیتا نتونستی نشون بدی اصلا کسی نمیشناسه تو بهترین مروارید رو دار تو جیبت وقتی کسی نبینه که نمیدونه که تو اینو داری. باید اون مهارت‌های عمومی سافت اسکیل رو داشته باشی که بتونی خودت رو ارائه کنی خودت رو بروز بدی پرزنت کنی نشون بدی. خب یعنی ما یه سری ابزارها داریم که بچه خودتون شما اون ابزارها نشون بدید که دیگران ببینن. حالا یکی از ابزارهای کوچیکی شما شاید همین انجمن در دستی خودتون باشه مثلا تا حالا شبکه‌های دیگه‌ای که حالا سر فرصت رو در موردش صحبت یعنی چون بهترین توانمندی هم داشته باشی ولی اون پازلی که گفتیم رو کامل نکنی هیچی یه مروارید گذاشتی تو جیبت این مروارید هم هی داره آب میشه. همین مسئله که نشون میده که کارشناس و دیتابیس همیشه گذر از تکنسین بودن میگذره یعنی الان کسی که سینیوری تکنسین خیلی خوبیه یا واقعا مهندس شده نکن یکم ادبیات تکنسین که تو جامعه مطرح هست اون تکنسین به یه کاردان میگن تکنسین تو جامعه ما الان این هست ولی تکنسین آقا سنیور مثلا نمیدونم حالا تکنسین مثلا برق فلان کارخونه چقدر مثلا میگیره تهش 20 تومن بهش میدن الان. خب ولی الان توی حوزه آی تی سنیور که سنیور بخوایم نقد کنیم فکر میشه اون تکنسینه. خب یه آدم متخصصه دیگه تکنسین یه متخصص دیگه متخصص بک‌اند مثلا فلانی که قابلیت طراحی معماری داره یا 200 تومن داره میگیره. خب سنیور چیزا هر سنیور میگن سنیور 100 درجه سنیور یه چیزی نیست یه تگش اینجا بچسبونم سنیور از مثلا فرض کن نمره فرض کن 70 تا 90 سنیوره. من ممکنه سنیور 70 باشم یا سنیور 90 اون سنیور 90 است که 200 تومن 250 تومن میتونه بگیره. خب پس این تکنسین که اون با اصطلاح منسوخش نگاه نکنید که تو جامعه چیزه اون سنیور ادبیات قشنگتری کلامش می‌کنه. فقط یه نکته در جواب میگفتی ابزار و بحث مهارت. خب چیزی که من تجربه کردم تو مسیر اگر جایی بری این شرط داشته جایی بری بزرگ باشه خب چالشای بزرگش الان خب خیلی استارتاپ شکل میگیره اگه خودت استارتاپ زدی که حالا دمت گرم همون ادامه بده ولی رفتی درگیر یه استارتاپ کوچیک شدی که یه سایت وردپرس بیاری بالا و خودت و عمرت گذاشتی روش بعد می‌خوای مثلا یه سافر انجینیر بشی این واقعا باختی بازی رو از نظر من. که من خیلی جاها مهارتم چرا نمایی رشد کرد چون پروژه ملی بود دیهو میگفتم فردا قرار بریم رو اوپن شیفت یه فریمورک زیر ساختیه که تو میتونی اپلیکیشن تو روش بیاری بالا
اوپنشیپ و کوبر، یه نوع کوبر. بعد ارزم حضور خب یهو یه چالشی در سطح مثلا اینجوری میومد سمتم، خب 24 ساعت 48 ساعت واقعا بیخوابی داشتیم که به اون استقرار بدیم اپلیکیشنمون اون خروجیمون. خب واقعا این رشته نمایی بود. چرا؟ چون کار بزرگ بود، پشتش هم وقتی هم کارفرما چیزی ازت می‌خواست نیازمندیش در سطح های تک بود، چیز کوچیکی ازت نمی‌خواد، همینطور رشد میده تو مسیر. یعنی دغدغه‌ای نداری که حالا من چی یاد بگیرم، اصلا تو خود مسیر چالش‌های بزرگ تو های تک رو یاد میگیری. مثلا دکتر شیخ الاسلام، حالا اسمش رو سرچ کنید، زاهد شیخ الاسلام، این بنده خدا یکی از ایرانیایی که مثلا حدود 15 سال تو آمریکا بوده، شرکت‌های مختلفی داره. یه نکته مهم میتونم حرفش هست وقتی مثلا می‌گم تو جنبه پیشین صحبت کنید. یه بچه‌ها اگر می‌خواید رشد کنید، می‌خواید قوی باشید، نباید چالش بترسید. چالش باعث رشد نمایی، چالش باعث رشد سریعه. یعنی خودتون رو تو چالش بندازید بچه‌ها. هر چالشی که جلوتون هست، مثلا رفتید توی محیط کار، میگه آقا این کاره 2 روز وقت داره، خب 3 روز وقت داره، حالا امکان سنجی بکنید که آقا چند درصد احتمال شکست هست، ولی چی نترسید برید توش. من مثالی که زدم خودم اول چی بود؟ خودم اون سی پلاس پلاس مثلا کار نکرده بودم، اون حوزه ندارم مثلا چه می‌دونم پیام رسان سوکت پروگرامینگ یه چیز پیچیده است توی برنامه‌نویسی، من اصلا کار نکرده بودم، نشنیدم حتی اسمش رو، ولی درگیر چالشش شدم، نترسیدم. با این چالش این نکته است. بچه‌ها حالا یه کم که گفتم سر سافت اسکیل، ما خدمت شما عرض کنم که دکتر مشایخی، اونم سرچ کنید اسمش رو، یکی از بزرگترین دکترای حوزه اقتصاد مدیریت ایرانه. خب دکتر مشایخی میگه اگر من یک روز به اجازه بدم تو وزارت علوم یه تصمیم بگیرم، اینه که مهارت نرم و سافت اسکیل رو برای تمام بچه‌های لیسانس اجباری میکنم، خب که مهارت نرم یاد بگیرن. تنها چالش حوزه کاری ما تو ایران نداشتن مهارت نرم، ما متخصص کم نداریم ولی متخصص سافت اسکیل دار نداریم یا کم داریم. این یه نکته بود که مطمئنم حالا پیرو این صحبت‌ها داشته باشیم. سوال دیگه بچه‌ها؟ اینه چیز این مده‌ها که چیز می‌کنم میگم تا پذیرایی برسه. مدت نفسی اومده است. جا؟ آره بچه حالا هر سوالی بود این ارتباطه رو میتونیم داشته باشیم. حالا اون بحث فکر کنم اون اکانت اون گروه سروش هم میتونید به بچه ها بدید، یه گروه سروش داشته باشیم که بچه ها سوال ابهام چیزی داشته باشن بیاد یه موضوع بچه ها داریم، حالا اینم بگم بچه ها ما یه 2-3 تا موضوع تخصصی دانشی داریم که حالا جلوتر بچه ها تو جلسات شاید خواهم گفت. ما یه گیلده بچه ها، گیلد یعنی چی؟ گیلد یا یه گروهیه که دارن روی حوزه بحث میکنن، با هم مباحثه میکنن. خب ما یه گیلد بچه ها هوش مصنوعی داریم، یه گیلد UI UX هم داریم. اگر دوستان علاقه داشتن تو این 2 تا گیلد حضور داشته باشن، بحث کنن، نمیدونم اشتراک دانش کنن، این 2 تا مسیر هم باز هست که حالا تو اون حوزه ها اگر بالاخره بشنون حداقل یه سری اصطلاحات و موضوعات، اونم حالا میتونن برن جلو. اونم به نظرم کانال و اون گروهی چیز هست میتونن معرفی به بچه‌ها باشن و بعد سوالی چیزی داشتن بپرسن. خب حالا اگر دیگه اوکی تمام دیگه دست شما در زمان. بچه‌ها خسته نباشید.